در دوران صاحب استقلالی مملکت با دستور سپارش‌های بی‌واسطه سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان ژنرال ارتش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در قطار دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت در حدود ولایت مختار کوهستانی بدخشان یک قطار قسم‌های نظامی و حربی از نوسازی گردیده برای خدمت سربازان و افسران تمام شرایط ارزنده فراهم است. وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان ضمن ملاقات با سربازان و افسران قسم نظامی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار بدخشان از شرایط خدمت در این قسم حربی آشنایی بیشتر پیدا کرد. ابراز داشت که با جهد و تلاش‌های دولت و حکومت مملکت شرط و شرایط قسم‌های حربی به مراتب بهتر و خوبتر گردید. با زحمت‌های شبانه روزی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پایگاه مادی و تکنیکی قسم‌های نظامی و حربی حدود ولایت با تکنیک و مهمات جنگی و سر و لباس زیبا و شینم تامین گردیده خوب خدمت برای جوانان با اور و ناموس فراهم آورده شده است. قید شد که در جواب به غمخوری‌های رهبریت مملکت از سربازان قطاری سرکرده تا افسر بلند رتبه باید برای حفظ خاک مقدس تاجیکستان به سوگند یاد کرده خود صادق باشد. تحولات جامعه جهانی نشان داد که سربازان و افسران جزو تام‌های ارتش ملی باید رسالت در نزد آنها گذاشته دولت و ملت را با سربلندی اجرا نمایند. این است که وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان به خاطر از نزدیک آگاه شدن با جریان خدمت سربازان و افسران از این نهاد قدرتی بازدید کرده با سربازان و افسران صحبت صمیمی انجام داد. نام برده عاید وضع امروزه جهانی معاصر یادآوری شده ابراز داشت که گرچند برخورد منفیت‌های دولت‌های ابرقدرت به مشاهده رسیده باشد هم آن به کشورهای دیگر نیز بی تاثیر نخواهد ماند. از این رو از هر یک سرباز وطن دوست دعوت به عمل آورد که زیرکی سیاسی را در مد نظر قرار داشته با متحدی و همدیگر فهمی برای حفظ مرز و بوم تاجیکستان صاحب استقلال مسئولیت بلند جهانمردی را احساس نمایند. مسئله دیگری که ضمن ملاقات با سربازان شجاع وطن توجه روانه کرده شد این تروریسم و اکستریمیسم و دیگر جنایت‌های ترانسملی که جامعه جهانی را به تشویش آورده است دانسته شد. وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان از خود بیماری سرایتی کرونا ویروس نو کووید 19 که همچون پاندمی در سراسر جهان دامن پهن نموده سخن گفته از سربازان و افسران رعایت طلبات‌های سانیتاری گیگینی را در قسم‌های نظامی و حربی طلب کرد. در دایره سفر کاری خود وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان واحد تعینات مخصوص ضد تروریستی الفای کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان از مد نظر خود دور نماند. ضمن وخوری قید شد که فعالیت واحد تعینات مخصوص برای پیشگیری ظهورات نامطلوب به مانند تروریسم و اکستریمیسم و دیگر جنایت‌های متشکل روانه شده است. وضع مرکب گروه‌های جنگجوی جمهوری اسلامی افغانستان ما را وادار می‌سازد که برای تامین صلح و ثبات در مملکت و محافظت مرز و بوم کشور به طور شبانه روزی کار بریم. افسران این واحد مخصوص ضد تروریستی در نوبت خود ابراز داشتند که شرایط خوب خدمت به ما امکانیت می‌دهد که در برابر حفظ وطن مادر پیوسته ملکه بلند کسبی خود را صیقل بخشیم. ضمن بازدید وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان از ریاست خشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان با خدمت در این دیدبانگاه‌های سرحدی از نزدیک شناس گردید. با دستگیری‌های پیوسته سرفرمانده های مسلح جمهوری تاجیکستان ژنرال ارتش محترم امامعلی رحمان قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان به حیث دستاورد بزرگ زمان صاحب استقلالی مملکت مبدل گردیده با گذشت ایام به یک ساختار با اعتماد حفظ مرز و بوم سرحد دولتی تبدیل یافت. اتریاد سرحدی خوروگ یکی از جزوهای مهم ریاست قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان به شمار رفته در زمان صاحب استقلالی مملکت با بنیاد انشاءات مختلف سیمای خود را با انفراستراکچور معاصر کامل دیگر نموده با تکنیک و مهمات سرحدبانی مجهز می باشد. وزیر کارهای داخلی ابراز نمود که مرزبانان باید در اجرای قرض فرزندی خود در نزد ملت همیشه صادق باشند. سرحدبانان ما را لازم می آید که خط مرز دولتی را گوهرک چشم محافظت کرده نگذارند که گروه‌های قاچاقچیان مرز شکن آسودگی مردم شریف تاجیکستان را خلل‌دار سازند.